سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 41 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک کنید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزه همون چنین است: When the heart is pure, all things and beings appear pure. A quote by سعدی شیرازی. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: وقتی که قلب پاک است همه موجودات پاک به نظر می رسند. سخن سعدی شیرازی. خیلی که میدونید ما در چپتر 5 یعنی در باب 5 کتاب قرار داریم و موضوع باب 5 کتاب talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر می باشد و موضوع امروزه همان prepositions of place. درس 41 خیلی که گفتیم موضوع امروزه همان prepositions of place می باشد و در پایان برای موضوع رو خوبتر فهمیدن یک تا مثال آورده ایم. ابراهیم lives in دوشنبه. ابراهیم در دوشنبه زندگی میکند. با کلمه این در جمله زیرین ما preposition of place میگیم. برای موضوع را خوبتر فهمیدن با صفحه دیگر میگذاریم. خیلی که گفتیم موضوع امروزه ما prepositions of place یعنی کلمه های مکان. prepositions of place با کلمه های گفته می شود که در وقت گپ زدن درباره مکان اون کلمه ها با ما یاری میدهد. مثال ای رو میخونیم برای خوبتر فهمیدن. My book is on my desk. کتاب من در بالای میز من است. My desk می شود میز من، on می شود در. یعنی کلمه on با ما یاری می دهد که مکان کتاب رو گوییم. On my desk در بالای میزم هست. مثال دیگر رو می خونیم. B. Tom lives in the United States. Tom در ایالات متحده زندگی می کند. He lives in New York City. وی در شهر نیویورک زندگی می کند. مثال C. He lives on Hill Street. وی در کوچه هیل زندگی می کند. مثال D. He lives at 4472 Hill Street. وی در کوچه هیل رقم 4472 زندگی می کند. A person lives شخص زندگی می کند in a country. یعنی وقتی که ما درباره دولت گپ زدنی باشیم preposition in استفاده میبریم. And in a city و در شهر و وقتی که درباره شهر گپ زدنی باشیم preposition in استفاده میبریم. در اینجا گفت in the United States در ایالات متحده in New York City در شهر نیویورک. اگر ما در تاجیکستان گفتنی باشیم میگیم in تاجیکستان. اگر بگیم که در دوشنبه در شهر دوشنبه میگیم in دوشنبه city. و on a street, avenue, road, etc. و وقتی که درباره کوچه، خیابان و راه گپ زدنی باشیم preposition on استفاده میبریم. He lives on Hill Street. و در کوچه هیل زندگی میکند. و مثلا وقتی که ما گوییم وی در کوچه رودکی زندگی میکند میگوییم he lives on رودکی street و یا he lives on رودکی avenue. وی در خیابان رودکی زندگی میکند. At a street address. و وقتی که نشانه امون رو و یا سروغه امون رو با رقم بینای امون گفتنی باشیم در این وقت preposition at استفاده میبریم. He lives at 4472 Hill Street. وی در کوچه هیل رقم 4472 زندگی میکند. مثلا وقتی گوییم که در کوچه فردوسی 100 زندگی میکند میگوییم he lives at 100 فردوسی Street. وی در کوچه فردوسی 100 زندگی میکند. Prepositions of place are also called prepositions of location. و prepositions of place اینچنین prepositions of location نیز گفته می شود. کلمه place و location یک معنا دارد و هر دویش معنای مکان و یا جای را می دهد. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 19 مشق 19 برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 19 را اجرا میکنیم. Complete the sentences with in, on or at. جمله ها را با کلمه in, on و یا at پورا نمایید.
Write about Pablo. در رسم پابلو است و در بالو سروغه پابلو آورده شده است و ما باید این رسم رو استفاده برده جمله ها رو پر نمایم. یکم Pablo lives Canada. کانادا نامی دولت است و گفتیم که پیش از دولت ما کلمه این استفاده میبریم. Pablo lives in Canada. پابلو در کانادا زندگی میکند. تورنتو، شهری تورنتو و گفتیم که پیش از شهر نیز کلمه این استفاده میبریم. He lives in Toronto. وی در شهر تورنتو زندگی میکند. و لیک استریت، کوچه لیک و گفتیم که پیش از کوچه و یا خیابان و یا راه on استفاده میبریم. preposition on استفاده میبریم. He lives on Lake Street. وی در کوچه لیک زندگی میکند. و وقتی که گفتیم که کوچه همراه رقم بیاید در آن وقت at استفاده میبردیم. He lives at 5541 Lake Street. وی در کوچه لیک 5541 زندگی میکند. و وقتی که گفتیم که درباره شهر و یا دولت گپ زنیم این استفاده میبریم. He lives at 5541 Lake Street in Toronto, Canada. وی در کوچه لیک 5541 در تورنتو کانادا زندگی میکند. Write about Dr. Lee. درباره دکتر لی نویسید. معلومات های دکتر لی در اینجا هست و ما باید preposition ها رو دیده جمله سازیم. دکتر لی lives on. آن رو ما وقتی استفاده میبردیم که درباره کوچه گپ زنیم و چقدر که میبینید First Street، کوچه First. دکتر لی در کوچه First زندگی میکند و he lives in میامی فلوریدا و در میامی فلوریدا زندگی میکند. ما میتوانیم تنها میامی رو استفاده بریم و یا فلوریدا رو استفاده بریم و یا هر دویش رو یک جای استفاده بریم و درباره شهر و دولت ها وقتی که گفتیم گپ زنیم این استفاده میبردیم. He lives in Miami, Florida. وی در میامی فلوریدا زندگی میکند. و at گفتیم که وقتی که کوچه با رقم یک جای بیاید در آن وقت at استفاده میبردیم. He lives at 342 First Street. وی در کوچه First 342 زندگی میکند. Write about yourself. درباره خودتان نویسید. مثلا I live name of country. نامی دولت. I live in England. من در انگلستان زندگی میکنم. من در انگلیس زندگی میکنم. پیش از دولت این استفاده میبریم. گفتیم مثال دیگر I live name of city. نامی شهر. I live in Istanbul. من در استانبول زندگی میکنم. پیش از شهر گفتم که این استفاده میبریم. Name of street. نامی کوچه. I live on تهران street. من در کوچه تهران زندگی میکنم. پیش از کوچه راه و یا خیابان گفتم که on استفاده میبریم و street address. در اینجا باشد سروغه رو با رقم میگوییم و وقتی که گفتیم درباره سروغه گپ میزنیم at استفاده میبریم. جمله رو میخونیم. I live at 221B Baker Street. من در کوچه بیکر 221B زندگی میکنم. I live at 221B Baker Street. و نفرانی که این ادرس رو میدونند که ادرسی کی است در شرح‌ها لطفاً نویسید. بگذاریم به صفحه دیگر. در اینجا برای موضوع امروزه رو خوبتر فهمیدن بعضی مشق‌های ایلاوگی آورده ایم. Some examples. بعضی مثال‌ها. مثال‌ها رو میخونیم. I live in Tajikistan. من در تاجیکستان زندگی میکنم. پیش از دولت گفتم که این استفاده میبریم. مثال دیگر. She lives in دوشنبه. وی در دوشنبه زندگی میکند. He lives in خوجند. وی در خوجند زندگی میکند. پیش از شهرها نیز preposition این استفاده میبریم. My friend lives in باختر. دوستی من در باختر زندگی میکند. باختر نیز نام شهر است و این استفاده میبریم. They live in کولاب. آنها در کولاب زندگی میکنند. کولاب نیز شهر است. از این رو این استفاده بردیم. He lives on رودکی street. وی در کوچه رودکی زندگی میکند. رودکی این کوچه است و گفتیم که پیش از کوچه آن استفاده میبریم. She lives on اسماعیل سامانی avenue. وی در خیابان اسماعیل سامانی
زندگی میکند. پیش از کوچه، خیابان و راه ها گفتیم که آن استفاده میبریم. My uncle lives on Lenin Street in خوجند. امکی من در شهر خوجند در کوچه لنین زندگی میکند. خوجند شهر است. پیش از خوجند این استفاده بردیم. لنین این نامی کوچه است. پیش از کوچه آن استفاده بردیم. مثال دیگر I live at 15 فردوسی Street. من در کوچه فردوسی 15 زندگی میکنم. و وقتی گفتیم که کوچه همراه رقم بیاید at استفاده میبریم. She lives at 24 اسماعیل سامانی Avenue. وی در خیابان اسماعیل سامانی 24 زندگی میکند. He lives at 7 Lenin Street خوجند. وی در کوچه لیلین 7 شهر خوجند زندگی میکند. My family lives in سوخت region. عائله من در منطقه سوخت زندگی میکند. They live in خطلان region. آنها در منطقه خطلان زندگی میکنند. He lives in پامیر region. وی در منطقه پامیر زندگی میکند. و مثال آخران We live in دوشنبه تاجیکستان. ما در دوشنبه تاجیکستان زندگی میکنیم. و یا ما در شهر دوشنبه تاجیکستان زندگی میکنیم. امیدوارم که همه کلمه ها رو خوب فهمیدید. کدام وقت این استفاده میبریم، کدام وقت آن استفاده میبریم، کدام وقت ات استفاده میبریم. همش رو امیدوارم فهمیدید و موضوع خیلی آسان بود. لطفاً درس رو خوب تماشا کنید و مشق‌های کتاب رو از سر مستقلانه اجرا نمایید. بگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. Place مکان، country کشور، city شهر، town شهری نسبتاً خردتر، street کوچه، avenue خیابان، room حجره، region منطقه، province ولایت، address سراغه اگر زده در هجای اول بیاید، address خطاب کردن وقتی که زده در هجای آخر بیاید و کلمه یکم اسم، کلمه دوم باشد فعل می باشد. heart دل، pure تازه پاک صاف، appear نمایان شدن، beings موجودات، home خانه، building بنا، location جای و یا موقع، area مساحت منطقه، center مرکز، useful فایده‌ناک. در اینجا موضوع امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌هایی که بعد از این درس ما با شما می‌دهیم. یکم مشق‌های کتاب رو به دفترتان نویسید. مشق 19 باب 5 کتاب رو به دفترتان نویسید. دوم با prepositions of place 15 جمله نویسید. با موضوع امروزه با preposition in on و at 15 جمله نویسید همگی. سوم کلمه‌های نو رو از یاد کنید و در جمله سازی استفاده نمایید. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید، با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبر داشتن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.